علمای علوم القرآن میگه که قرآن هو الكتاب المنزل على الرسول صلی الله علیه و سلم المتعبد بتلاوته. اینا قدر تعریف مختصر میگن. قرآن عبارت از کتابی هست که بالای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و تلاوتش عبادت است. تلاوتش عبادت است. در هر دو تعریف قیودات هست، به خاطر که ما وقت تعریف را در هر کتاب ذکر میکنیم میگیم بهترین تعریف هموز که جمع و فصل داشته باشه، جامع باشه و مانع باشه، تمام افراد خود داخل شوه و افراد بیرونی را بکشه. پس در این تعریف، در هر دو تعریف که تعریف که اصولیا کرده اصول فقه در حقیقت جامع تر است و قیوداتش بیشتر است از تعریف علمای علوم القرآن کرده. از هر دو تعریف قیودات معلوم میشه. کتاب الله قید اول، قرآن کتاب هست که نسبتش به کی میشه؟ به الله. غیر کتاب الله دیگر ما قرآن گفته نمیتانیم، حدیث را ما قرآن گفته نمیتانیم. المنزل که نازل شده. خب نازل شده صحیح است. آیا تورات هم نازل شده بود؟ نه. بله. انجیل هم نازل شده بود یا نه؟ بله. زبور هم نازل شده بود؟ بله. مصاحف هم نازل شده بود یا نه؟ بله. 104 کتاب هست که قرآن با ما نقل کرده و احادیث پیغمبر را تشریح کرده. پس وقتی که میگه المنزل تمام کتابهای آسمانی را شامل شد، پس در اینجا تورات هم باید قرآن باشه، انجیل هم باید قرآن باشه، زبور هم باید قرآن باشه. اما میگه که المنزل علی الرسول صلی الله علیه و سلم، نه قرآن امو کتابی که بالای پیغمبر ما نازل شده علیه السلام. خب قرآن خو امو کتابی هست که بالای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. ما قرائت های داریم، قرائت های شاذه، قرائت های آحادیه، اونا را هم شامل هست. بعض صحابه است مثلا به حساب تشریح بعض قرائت ها را که خود یادداشت داشتن، مثل ما میخوانیم قرائت عبدالله بن عباس، قرائت حضرت عایشه، قرائت حفصه، قرائت عمر، قرائت ابی بن کعب، قرائت عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس و امثالش رضی الله عنهم اجمعین. نه به این خاطر میگه که المتواتر، نه امو قرآنی که متواتر هست، پایا پای ذکر شده. متواتر از تواتر گرفته شده، پایا پای. باران هم میگه تتابع المطر، التواتر کما تتابع المطر، مثل که باران پایا پای میه، امی قسم او را هم متواتر میگه. یکی پشت دیگه هیچ کس حساب کرده نمیتونه که یکی آمد 2 3 4 5 6 باران کسی حساب کرده نه، برف حساب کرده نه. پس اینجا تواتر هم امطور یک عدد کثیر از پیغمبر رو نقل کرده که لا تحصى عددهم، عددشان قابل شمار نباشه، و تواطؤهم على الكذب محال، و اجتماعشان به کذب محال باشه. این متواتر مثل که ما در حدیث متواتر تعریف میکنیم. پس اینجا نقل است که متواتر باشه. قرائت های دیگه برآمد بلا شبهه، بدون شبهه. و همین قسم از این احادیث قدسی و احادیث دیگه چی شد؟ خارج شد. خارج شد. المکتوب فی المصاحف که در کتاب ها نوشته شده، در صحیفه ها نوشته شده، المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة و هو اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن اسم است هم به نظم و هم به معنا هر دو. پس احادیث قدسی و احادیث دیگه پیغمبر علیه السلام، احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم در مجموع از این بیرون شد. به خاطر که اونا هرچند معنیش از طرف الله هست، اما لفظش از کی هست؟ از پیغمبر است علیه السلام. پس در این صورت او را شامل نمیشه که آغازش از الحمدلله رب العالمین شروع و با من الجنة و الناس خاتمه میابه.
عده از علمای علوم القرآن و اصول تفسیر قرآن به شکل مختصر ما گفتم تعریف کرده که همین تعریفی که علمای اصول فقه کرده بود دی تعریف شامل هست. اونا میگن که هو کتاب الله المنزل علی الرسول صلی الله علیه و سلم المتعبد بتلاوته، که تلاوتش عبادت است. پس وقتی که تلاوتش عبادت است میگن احادیث قدسی و احادیث دیگه همش میبراید، به خاطر که اونا تلاوتش هرچند ثواب داره مشخص نیست. من قرأ حرف من کتاب الله فله حسنه، کسی که یک حرف را از قرآن میخواند 10 نیکی داره. والحسنه بعشر امثالها، و یک نیکی به 10 نیکی برش حساب میشه. اما در احادیث قدسی و احادیث پیغمبر ثواب هست، اما ثواب معین و مشخص نیست، که پسان فرق قرآن را با احادیث قدسی انشاءالله العزیز یکا یکا ذکر میکنیم. این عبارت از امود چند قیودی بود که ذکر شد که قرآن در لوح محفوظ هست، از لوح محفوظ نازل شده، و ای که قرآن جمع داره چند جمع داره، چه قسم نازل شد، بحث هایست انشاءالله العزیز که در مباحث بعدی امروز انشاءالله العزیز یا فردا همش یکا یکا بر ما می آید انشاءالله. فایجا فهمیده شد؟ ای بود تعریف لغوی و شرعی قرآن، تعریف لغوی و شرعی علم. پس علوم قرآن را هم تعریف لغوی کردیم و هم تعریف لقبی کردیم. هم من حیث لفظ مرکب که علوم جدا تعریف کردیم علما کردن، و هم قرآن جدا یکا یکا، و هم من حیث یک علم مستقل گفتیم علوم قرآن من حیث یک علم مستقل که تعریف لقبی میشه، تعریف اصطلاحی میشه، عبارت از شامل شدن بحث هایی است که تعلق به چی داره؟ با قرآن داره. هو العلم بالابحاث المتعلقه بالقرآن من حيث ترتيبه وجمعه وناسخه ومنسوخه وجمع قراءته وأسباب النزول وما إلى ذلك. این تعریف اصطلاحی نشرعی، تعریف اصطلاحی علوم القرآن. الحمدلله. این کل در موضوع اول هستیم. خواه در 10 چیزی که هست موضوعات. ان مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمره در تعریف هستیم. قرآن اسما و صفاتش کدام ها هستند؟ اسما و صفات قرآن چیست؟ الحمدلله. قرآن عجیب کتاب هست، به خاطر که کلام بنده نیست دیگه، کلام مخلوق نیست، بسیار شیرین هست. هر قدر بحث بکنی ما علم نداریم، هر قدر از کدش داخل شوی مثل که شیرنی را در دهن هر قدر زیاد که بجوی مزه شیرنیش چی شده میره؟ برآمده میره. خب در قرآن هر قدر که داخل شوی، هر قدر بحث بکنی، هر قدر مطالعه بکنی، باور بکن که شیرین شده میره، هیچ احساس خستگی نمیشه. الحمدلله ما شما هم خسته نمیشیم. تعداد از علما اسما و صفات قرآن کریم را یا اسمای قرآن کریم را 95 دانه شماریدن. 95 اسم داره و تعداد هم یعنی 95 کم است، این را مکمل به 100 رسانیدن که نامهای قرآن فقط همی 2-3 تایی نیست که ما در ذهن داریم، 100 نام داره، 95 نام داره. از او جمله فقط چند تاش که بسیار مشهور و معروف هست ما او را ذکر میکنیم، مثل قرآن، مثل کتاب، مثل فرقان، مثل ذکر، موعظه، شفاء، هدایت و غیره. الله عزوجل خود در کتابش در قرآن با اسما و صفات متعدد قرآن را توصیف کرده، مثل که چندین آیه را به قسم فقط مشت نمونه خروار علما ذکر کرده و ما همون را فقط یگان تاش ذکر میکنیم. اولش گفتیم قرآن. آیا اسم قرآن در قرآن ذکر هست؟ بله هست، چندین بار پیشتر هم خواندیم.
ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. یقینا اینمی قرآن، امو قرآنی که از طرف الله بالای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، هدایت میکنه مردم را للتی هی اقوم، براهی که بسیار استوار هست، محکم هست. پس یک اسمش، اولین اسمش قرآن هست. دو، کتاب. در آغاز سوره بقره ما میخوانیم که ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک، اینمی الکتاب قرآن، لا ریب فیه، هیچ شک و شبهه‌ای در نزولش نیست، که هدایت است به متقین. سوم، چهارم، پنجم و ششم عبارت است موعظه که سوم شوه، شفا چهارم شوه، هدایت پنجم شوه و رحمت ششم شوه. همش در این آیت ذکر شده. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم، به تحقیق آمد به شما موعظه. سومش موعظه، پند، عبرت از طرف پروردگارتان. و شفا، این شفا هست، هم شفای ظاهری و هم شفای باطنی، هم شفای جسمی و هم شفای روحی، هر دوش در قرآن است. و هدن، و این قرآن هدایت است، و این قرآن رحمت هست بر مؤمنین. و مؤمنین فکرتان باشه که مسلمین هم نگفته، مؤمنین گفته، که فرق بر بین هر دو هست. خوب محکم مؤمن باشی، هم به قلب و هم به زبان و هم به جوارح، مثل که دیروز گفتیم. هفتم، ذکر. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. نازل کردیم ما به تو ذکر را. ذکر را انشالله هر وقتی که خدا خواست انشالله زودتر دیرتر دمی دوره، البته در سوره نحل رسیدیم، باز در اونجا میگم که مراد از ذکر چی هست. مراد از ذکر علما میگه که مطلق وحی هست، خو اینجا قرآن هم شامل میشه. نازل کردیم ما به تو از ذکر قرآن را لتبین للناس، تا که واضح بکنی به مردم آن چیزی را ما نزل الیهم، که نازل شده برشان قرآن، و را تفسیر بکنی. هشتم، نور، روشنی. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. سوره مائده آیه 15. به تحقیق آمد به شما از طرف الله نور، روشنی، و کتاب مبین، و کتاب بسیار واضح، که شف نمیگه، شفتالو میگه، واضح بیان میکنه. 9، فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. پاکیست ذات را که نازل کرده فرقان، جدا کننده در بین حق و باطل، در بین توحید و شرک. یگانه چیزی که فاصل هست در بین کفر و ایمان و چی هست؟ فرقان هست، قرآن هست. فرقان، قرآن. بالای پیغمبرش لیکون للعالمین نذیرا، تا که شومی قرآن به تمام مخلوقات، به تمام انسانها و جنیات بیم دهنده. پیغمبرش بیم بده مردم را به سبب قرآن. پس اینجا زمانی که ما قرآن اسما و صفاتش هم فهمیدیم، همه قدر که 9 تا بس است، از جمله چند تا گفتیم؟ 100 تا. و فرق در بین قرآن و احادیث قدسی و احادیث نبوی چیست؟ مثل که پیش گفتیم که در قید تعریفات باید بفهمیم.
قرآن تلاوتش عبادت است و خواندنش در نماز فرض هست. فقرأوا ما تیسر من القرآن. اما خواندن احادیث قدسی در نماز نه ای که درست نیست، بلکه اگر بخوانه نماز فاسد میکنه، باطل میکنه. امی قسم دیگه احادیث نبوی همیشه در نماز خوانده نمیشه، نه ای که نماز درست نمیشه بلکه کسی بخوانه نمازش باطل هست. حکم است دیگه، شریعت است. دو، قرآن معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و الله عزوجل افراد بشر به این چالش داده، تحدی کرده، اما به احادیث قدسی کار نیست. مثل قرآن بیارین و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. با یک سوره مثل قرآن بیارین، اما احادیث قدسی را چلن نداده. به مون خاطر است که ما بس احادیث میبینیم که لفظش قدسی اما موضوعی ساختگی هست، جور شده. خواه قرآن کسی جور کرده نمیتونه، نتانسته و نه هم میکنه. چلنج هست. سه، در ثبوت قرآن کریم روایتش به شکل متواتر شرط هست، اما در احادیث قدسی این شرط نیست، دیده نمیشه. چهار، قرآن لفظش کلام الله عزوجل هست، نصش لفظش، اما احادیث قدسی و نبوی صلی الله علیه و سلم اینطور نیست. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لفظ حدیث از پیغمبر هست، اما معنیش از طرف الله هست. در معنیش هم دو قول هست در اونجا که یکی ما حدیث قدسی و حدیث غیر قدسی یا دیگه احادیث نبوی میگیم. به این معنا که اگر از اجتهادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود معنیش بازو احادیث نبوی هست، اگر نیک نبود از اجتهادات، بلکه جبرائیل همو معانی را هم افهام کرده بود، وحی شده بود، بازو احادیث قدسی هست که در اصول حدیث و علوم حدیث فهمیده میشه. 5، برای زنهای حائضه که عادت ماهوار دارند، نفاسه که بعد از ولادت مریضی را میبینن، و جنوب چه مرد باشه و چه هم زن، مس کردن، گرفتن قرآن کریم بدون غلاف یعنی بدون پوش جایز نیست. اما در مورد حدیث قدسی اینطور ممانعت شدید وجود نداره، بلکه هیچ ممانعت نیست. بهتر است که نگیره، اما اگر میگیره میخوانه هیچ نه کراهیت هست و نه هم حرمتی. 7، تلاوت قرآن کریم بالای جنوب و حائضه و نفاسه حرام هست، مگر در مورد حدیث قدسی نیست طور چنین حکمی. 8، حدیث قدسی مستقیما به الله عزوجل نسبت داده میشه و به هیچ وجه از اجتهادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، اما بخلاف احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که امکان داره گفتیم از طرف الله باشه امون معنی و مفهومش، و یا هم از اجتهادات خود رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. پس این یک چند فرقی بود در بین احادیث قدسی و در بین احادیث نبوی. حالی به این فکر میشم که خود تا اینجا خود علوم القرآن کم کم شناختیم، اصول تفسیره. آیا در علوم القرآن کتابای از سابق تا حال مردم نوشته کرده نکرده؟ بله کرده دیگه. اگر نمیکرد ما از کجا میکنیم؟ پس ما هم خودتو نیست که از شکم خود بگوییم، مجبور هستیم که از دیگران نقل بکنیم. ما فقط ناقل هستیم. مهمترین کتاب هایی که در علوم القرآن نوشته شده خیلی زیاد هست. خاص جمله بسیار مهمش دو کتاب را از گذشته ها نقل میکنیم. یکی البرهان فی علوم القرآن از امام زرکشی هست.
از امام زرکشی، زرکشی نیست خو، زرکشی. یکی الاتقان فی علوم القرآن از حافظ جلال الدین السیوطی هست. اولش البرهان فی علوم القرآن تألیف امام زرکشی رحمه الله، برهان الدین زرکشی. دومش الاتقان فی علوم القرآن از حافظ جلال الدین السیوطی هست. چرا علمای دو کتاب را مثل که ما اینجا از اونا نقل کردیم ذکر میکنه برای ما؟ به خاطر که بهترین کتابی که در علوم القرآن مباحث زیاد گرفته البرهان است. بعد از او دیگه کسی از این که در خوبتر کتاب نوشته نکرده بود. 2 جلده و 4 جلده هست. ما گرچه در سعودی یک جلده شدیدیم، بسیار کلان و ضخیم بود، ورق بسیار نازک گرفته بود. خب 2 جلده و 4 جلدش در اینجا هم پیدا میشه، تحقیق شده کلان. بعد از این که او مثل که اسمای قرآن تا 95 و چند گفته بود، همین قسم مباحث قرآن کریم را کسی دیگه از او که در خوبتر نوشته نکرده بود و دعوا هم نکرده بود. امام سیوطی رحمه الله الاتقان فی علوم القرآن که نوشته کرد، همین دعوایش است که از برهان که در خوبتر است. به خاطر که میگه مباحث که در برهان مانده ما ایرا دای الاتقان پورا کردیم. در اتقان فی علوم القرآن دای ما پورا کردیم، مباحثش کامل شده تقریبا. پس این 2 کتاب را از سابقه علما نقل میکنه. دیگه هم کتابای زیاد نوشته شده، صدها جلد کتاب، صدها جلد کتاب. یک کسی که خرطرک طالب علم مثل ما و هم باشد 20 25 30 40 50 جلد کتاب علوم القرآن پیش هست. اگر ما در مکتبه شامله بپالیم تقریبا 300 و چند جلد کتاب در علوم القرآن در مکتبه شامله هست. 300 و چند جلد قرآن کتاب در علوم القرآن و اصول التفسیر. هم بسیار مختصر پیدا میکنیم مثل المقدمه فی اصول التفسیر از حافظ ابن تیمیه رحمه الله. امی قسم الفوز الکبیر که در فارسی نوشته کرده از شاه ولی الله دهلوی، بسیار خرطرک و بسیار موجز، بسیار خوبش. و هم کتابای بسیار کلانه هست مثل 4 جلد و 5 جلد و 6 جلد که گفتیم. امی قسم در عصر حاضر هم مباحث فی علوم القرآن از دکتر مناع خلیل القطان هست که بسیار معروف هست. وفات کرده، از علمای ازهر مصر بود و این کتابش در مصر، در سعودی، در افغانستان، در پاکستان، در پانتونا خوانده میشه. هم در دوره مدرسه و پانتون لیسانس و هم حتی در دوره ماستری خوانده میشه. همین قسم مباحث فی علوم القرآن از دکتر صبحی الصالح است. همین قسم التبیان فی علوم القرآن از شیخ علی صابونی رحمه الله است که پارسال وفات کرد. و بسا کتاب‌های خرد و بزرگ دیگه که در این نوشته کرده. الله ما را توفیق بده که اونا را بخوانیم. ای بود بحث و قضیه اول که مربوط به تعریف علوم قرآن می شد. ان مبادئ کل فن 10 الحد، فقط حد تعریف. موضوعاتی که تعلق با تعریف علوم القرآن و اصول التفسیر داشت به شکل بسیار مختصر اینمی بود. دوم قضیه و دوم بحث از علوم قرآن یا مبادی 10 گانه که ذکر کردیم موضوع علوم قرآن هست. موضوع علوم قرآن یا اصول التفسیر چی هست؟ این را باید بفهمیم و میفهمیم الحمدلله که موضوع هر علم عبارت از آن است که اونمو علم از اون موضوع بحث میکنه. مثلا موضوع علم طب را بدن انسان میگن، به خاطر که طب از سرت، چشمت، زبانت، گوشت، گلویت، بالاخره سینهت، دستت، پایت، قلبت، چشت، گردت از کلش بحث میکنه. پس موضوع علم طب بدن انسان هست. خی موضوع قرآن چیست؟ موضوع قرآن خود قرآن هست. موضوع قرآن خود قرآن هست. هو الابحاث المتعلقه بالقرآن
ابحاثی که گفته بودیم تعلق میگیره به چی؟ به قرآن. پس موضوع قرآن کریم خود قرآن هست. موضوع علم فقه فعل مکلف هست، احکام شرعی و فعل مکلف هست از بنده. طهارت، روزه، نماز، زکات، حج، کل در فقه هست. موضوع علم طب گفتیم بدن انسان هست. پس موضوع علوم قرآن عبارت از چی هست؟ خود قرآن کریم هست. به خاطر که همه مباحثی که از او بحث میشه تعلق میگیره کلش ربط مستقیم به حقیقت قرآن داره. به حقیقت قرآن داره. قرآن از چیز دیگه با ما بحث نمیکنه، فقط از خودش. این بود قضیه دوم. قضیه سوم این طرف مختصر است، خب اولش بسیار طویل بود. قضیه سوم علوم قرآن ثمره و فایده دانستن علوم قرآن یا اصول تفسیر هست که ما گفتم خسته نشیم. بدون شک ثمرات و فایده های علوم قرآن به حد زیاد هست، لا تحصى، شمار نمیشه، بسیار زیاد هست، بسیار زیاد هست. اما یک چند فایدهش کم باید بفهمیم در ذهن خود که حس کرده بتانیم، محسوس باشه، از یاد ما نروه. پس فایده اول فهم معانی قرآن هست. فهم و دانستن معانی قرآن هست که علوم قرآن ما را کمک میکنه به دانستن و فهمیدن اسرار و معانی قرآن کریم. معانی درستش، فهم درستش، این کل منوط به علوم قرآن هست. امی قسم دانستن علم تفسیر قرآن کریم، معانی و احکام آیات قرآنی همش امکان پذیر نیست مگر ای که باید ما علوم قرآن و اصول تفسیر بفهمیم. اگر نفهمیدیم باز معانی قرآن درست نمیفهمیم. پس چطور ممکن است که آیات و سوره های مکی و مدنی را بدون دانستن ناسخ و منسوخ بفهمیم؟ هیچ نمیشه. چطور امکان داره که آیات کریمه را تفسیر کنیم در صورتی که سبب نزولش ندانیم؟ امکان نداره. چطور ممکن است که آیه قرآن را به یک سبب خاص و خلص تفسیر کنیم؟ دیگه اسبابی که داشته باشه کل شکیات نداریم بگوییم نیست، نمیشه، امکان نداره. در حالی که آیه کریمه سبب و یا هم حتی اسباب دیگری داشته باشه، ممکن به او ما پای نبرده باشه. پس یا وقتی که حکم را میگین باید بفهمیم که مکی هست آیه یا مدنی، ناسخ هست منسوخ، سبب خاص داره و یا هم حکم عام. در مورد شخص خاص نازل شده حکمش هم خاص است و یا هم عام، همه را در بر گرفته میتونه. پس گفته میتونیم که بدون دانستن علوم قرآن تفسیر و بیان معانی قرآن ممکن نیست، امکان نداره. دوم فایده ارزنده دوم علوم القرآن چیست؟ دانستن علوم قرآن عبارت از دفاع از قرآن هست. فایده دوم از دانستن علوم قرآن دفاع از قرآن هست. الحمدلله. چه قسم دفاع از قرآن؟ با این حساب که کسی قرآن در میته، قرآن او طرف میندازه، نه. دشمنان در فکر از این نیستن که قرآن در بتن. قرآن هزارها، صدها، میلیونها نسخه دیگه چاپ میشه. پس مراد از این جهت دفاع از قرآن رد شبهات منکرین قرآن هست. رد شبهات منکرین قرآن هست. منکرین وحی هست، مستشرقین هست، سیکولارا هست. اونا قرآن نمیگن که قرآن کتاب الله نیست، به تو نمیگه، پوزش میده میکنی. خب مگم شبهات را برات پیش میکنه که
خدا نخواسته فکر و اندیشی تو را در مورد قرآن ضعیف بسازه. وقتی که فکر و اندیشه متزلزل شد، ضعیف شد، باز در اینجا بسیار گپای دیگه او طرف میاد، به هدف خود باز اونا میرسن. به مو خاطر ما گفتیم که نقلا متواترا بلا شبهت، قرآن نقل متواتر بدون شبه است، ذره شبهه در این پیش نمیشه و نیست. پس اینجا مراد از رد اونمو شبهات مغرضین و دشمنان قرآن هست، به خاطر که دشمنان قرآن از وقت نزول قرآن تا حال و تا قیامت نه آرام ششتن و نه هم آرام میشنن. این مبارزه، این سنگر داغ هست، داغ بوده. در عصر پیغمبرم بوده علیه السلام، در عصر صحابه هم بوده، در عصر تابعین و ائمه رضی الله عنهم اجمعین هم بوده. ها طالع هست و از این بعد تا قیامت هم می باشه. این شبهات پیش میشه. سنگر حق و باطل وقتی اگر ختم شد بس قیامت است. باز ما تو دیگه مکلف نیستیم که بریم در مسجد بشینیم با بگویم که علم القرآن چی را میگه، رد شبهات بکنیم. نه، این کل ششتن ما به این خاطر است که آمادگی به خاطر دفاع از چی هست؟ از قرآن است. از کدام نوع آمادگی؟ امو که استدلال های باطلش تو باید به دلائل قوی رد بکنی، شبهات واهیش را به دلائل قوی باید رد کرده بتانی. خود را مسلح به تصلیح علم بسازی، به تصلیح علوم قرآن بسازی. با صلاح قرآن شبهات وارده سر قرآن رد میشه. به صلاح قرآنی با دیگه صلاح نمیشه. اگر نه که تو اونجا بگیری و گفت چیز صحیح است، مسئولیت موضوع هست که در آخر بزنی کلش بپرانی، مسئولیت موضوع هست. اما او به نسل‌های بعدی باز درس نمیشه. نسل‌های بعدی اینطور درس میشه که خامخا تو رد شبهات باید بکنی، شبهیش جواب بیتی. نگویا کسی که بازو گمش که جاهل بود، چیز را نمیفهمید، از زور کار گرفت، از زور کار گرفت. نه، در مسند علم، در چوکی علم تو ششته و برش میگه که این جواب نیست، این شبهت شبه نیست، این شبهت شیطانی هست. ابو جهل می آمد، نضر بن حارث می آمد علیهم اللعنه، اونا پیغمبر شاعر می گفتن، قرآن شعر می گفتن، قرآن شعر می گفتن، پیغمبر شاعر می گفتن، قرآن اساطیر الاولین، قصه های دروغ علیه بالله، قصه های امت های گذشته. قرآن چیست؟ ناقی ورد میگه کشتی نوح غرق شد دیگه، عادیا و سمودیا ای رقم شد. این چی قصه است برای ما داستان میگی؟ شبهه پیش میکنه. خود ببینین که در اول پیغمبر مأمور نمیشه که باید سر ابو جهل بزنه، ورنه سر زدن ابو جهل یا نضر بن حارث توسط پیغمبر یا اصحاب پیغمبر یا حکم جهاد در اول آیا کار سختی بود؟ الله او را هلاک کرده نمیتونست، دفعتا گنگیش کرده نمیتونست، میتونست. ماند قرآن فرصت دادش که تمام شبهات خود پیش بکنه. با مردم تا قیامت نشان میده که شبهات که ابو جهل و ابو لهب و نضر بن حارث و عتبه و شیبه پیش میکنن، این شبهات واهی است، اصل نداره. اگر شبهه تو واقعیت داره، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو اگر تمام انس و جن تو ابو جهل هستی، تو خو نضر بن حارث هستی، اگر تمام انس و جن هم جمع شوه بایی که مثل قرآن بیاره، تا وقت چیزی که نازل شده بود، على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، و مثل قرآن آورده نمیتونن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، هرچند بعضشان جن به انس، انس به جن کمک شوه. نمیتونی. نه، بیار 10 سوره خو بیار، بچه نرستی 10 سوره خو بیار. فأتو بعشر سور من مثله، 10 سوره یک بیار، 10 سوره هم خو زیاده است.
فأتو بسورت، بیار یک سوره مثل که سوره یونس میگه، چون سوره یونس هم مکی هست، سوره هود هم که میخوانیم مکی هست، سوره اسراء و سوره کهف هم به می شکل. نمیشه یک سوره نه. خود تنها نمیتونی، سوره مدنی سوره بقره برای ما میگه که برو دگاهتون بخوای. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نمیگه این کنتم صادقین، میگه ودعوا شهداءکم من دون الله. غیر خدا هر کسی دیگر را میخوای بخوای یک سوره را بیار. سوره خورتره که مثل کوثر را بیار که 25 کلمه داره، بیار. نمیتونی نه، بفهم که قرآن کتاب محمد نیست. محمد که ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، قلم را به دست نگرفته، نام خدا نوشته نمیتونه، یک روز تعلیم نکرده، تدریس نکرده، نیاموخته، چطور میشه که تو کتاب بیاره که همه عرب ها از چی شدن؟ عاجز شدن. ببینین که با استدلال چی میره؟ علمی میره. نمیگه که ابو جهل چوب کو اگه گردنت میزنم، چوب کو نضر ابن حارث نگو که اساطیر الاولین است اگه گردنت میزنم. اولین کار وظیفه موضوعی است که از بحث علمی پیش بریم. مخالفین خود را زدن، سر زدن بدون استدلال علمی جهالت است. اول نه، اول برو بیشی قناعتش بده. ببین قناعتش دادی، اگر توبه نکرد باز حکم نیست که سرش بزنی که توبه دیگر را پند شود. خو اول باید دلائلش جواب بدی تا که با دیگرها تا قیامت چی شود؟ پند شود. این دین علم هست، قرآن علم هست، قرآن کتاب الله هست. پس فایده دومش رد اینمی شبهات هست که منکرین قرآن بالای قرآن اعتراضات واهی را در هر عصر پیش کردن و پیش میکنن. چطیات را که گفتن، یا مثل دی عصر ما مستشرقین داریم، مستشرقین یا امی خوارزم شناسان، کسایی که مطالعه میکنه کشورهای ماورا و نهر و فارس و دیگه و افغانستان و پاکستان و ایران و کشورها را، اینا را مستشرق میگن. میبینن که چه قسم شبهات به اینایی که عرب نیستن پیش بکنن تا که اینا را در کتاب که اینا ایمان دارن در شبهه بندازن، در شک بندازن. اونا کار میکنن. کتاب های مملو از شبهات واهی به اساس را یا گفتن، مثل که در قطار اول گفتیم که نضر ابن حارث میگفت، ابو جهل میگفت، عتبه و شیبه میگفت، ولید ابن مغیره میگفت و امثالش. اینا فقط میخواین که مصیبت های را به جوامع اسلامی پیش بکنن. در این عصر ما کی هست؟ یک مردارخور که زنده است، کریم سروش، امو با حساب دانشمند جاهل ایرانی کریم سروش هست که او به اساس اینمی شبهات واهی کتابای خرد را نوشته کرده. بازوی منتها بسیار مقبول چاپش میکنه، سرخ و سفید و زرد و نارنجی، پوش هم بسیار خوبش و ورق زرد هم نداره مثل کتابای ما بیچاره واره، ورق کاغذای نازک هم نداره، پوش بسیار خوب قوی داره تا که بخوانش جوانا پیشش میکنه. کریم سروش در عصر ما هست، از بزرگترین منافقین عصر، از بزرگترین شیطان صفتای فعلی که او فقط شبهات پیش کرده، بالای قرآن کتابا را نوشته کرده میره الک وحی چه رقم شد و اساس قرآن چه قسم است، این قرآن چی میگه و چی میگه و چی میگه، شبهات واهی را پیش کرده میره سر قرآن. رجم در قرآن نیست، فلان در قرآن نیست، فلان در قرآن نیست، ای ترس کتاباش هم پیدا میشه و هم رد شبهاتش هم در یوتیوب پیدا میشه. به فارسی ببینین، با پشتو هست، با فارسی هست. همین قسم مثل که یوتیوب مردم که جور کرده و خاطر فایده موضوع جور نکرده، ولی باید موضوع از اون فایده بگیریم. ببینین رد شبهات کریم سروش نوشته بکنین، براتون میاد
ویدیوها میه، درسها میه، کتاباش میه، هم نوشته میه و هم به شکل کتبی و ویدیویی میه. در عصر ما اونمو هست. و او که مردار شوه یک مردار خور دیگیش میه. تا قیامت گفتم این سنگر حق و باطل هست. با اون خاطر یک نام قرآن چی بود؟ فرقان، فرق کننده در بین حق و در بین باطل. الحمدلله. از جمله کتاب‌های بسیار کلان دشمنان اسلام که سابقه نوشته کرد و بالاخره او را به مردم پیش کرد، یکی با نام جلد سیهر هست. جلد سیهر، جلد سی باز هی تو چشمه، سی نیا هست، بثی نیست، باز هی باز ری هست. این نامش هست. این اعتراضات واهی بی اساس را سر قرآن پیش کرد. پس هر کسی که علوم قرآن یاد بگیره، اساسات و اینمی اصول ازیر، شبهات ازیر میفهمه که واهیست، اصل نداره و ردش کرده میتونه. اما علما به خاطر دفاع از قرآن خیستن به می جلد سیهر جوابات نوشتن. مستقل کتابایی نوشته کردن که نه اساس نداره. از او جمله شیخ عبدالفتاح القاضی، شیخ عبدالفتاح القاضی هست که در رد اعتراضات جلد سیهر یک کتاب مستقل را نوشته کرده، رد شبهات جلد سیهر. امی قسم شیخ عبدالعظیم زرقانی رحمه الله در کتاب زندهش که در علوم القرآن به نام مناهر العرفان فی علوم القرآن هست، یک بخش مستقل را در رد شبهات جلد سیهر نوشته کرده. به می عنوان از او رد کرده رفته. شبهاتش یکا میگیره و اینجا خوب وقتش نیست، یکا پیش میکنه انشاءالله در سر شبهاتی که به شکل عموم بالای وحی با قرآن می پسندتر انشاءالله میخوانیم. او یک بخش استقلال داده، مستقلانه ذکر کرده. این پس فایده دوم دفاع از چی هست؟ از قرآن هست. فایده سوم فایده سوم و یا هم ثمره سوم علوم قرآن چی هست؟ درک حقانیت و حقیقت قرآن هست. درک حقیقت و حقانیت قرآن هست که قرآن چیست، حقیقت قرآن چیست، حقانیت قرآن به ما بحث میکنه. چطور برای ما رسیده؟ قرآن چطور به ما رسیده؟ به خاطر که تعداد شبهه پیش میکنه که قرآن خود در عهد پیغمبر نوشته نشده بود. چه قسم نوشته شد؟ چه قسم به ما رسید؟ زبر و زیر از کجا شد؟ دو وقت نه زبر و زیر بود، یعنی نه هم اعراب بود و نه هم حتی نکته بود. جیم و حی و خی یک قسم نوشته میشد. چطور پسان در زمان حجاج ابن یوسفی بالاخره نکته پیدا کرد و زبر زیر پیدا کرد؟ به این معنا علیه بالله که در قرآن دست خورده، در قرآن دست خورده. پس فایده سومش، فایده ارزندهش امیست که قرآن برای ما حقانیتش و حقیقتش که چه قسم جمع شده، چه قسم اعراب شده و چه قسم نکته ها دی آمده برای ما بیان میکنه. کافی است که در هر مبحث از مباحث علوم قرآن الحمدلله دهها جلد، صدها جلد کتاب با زبانهای مختلف ما پیدا میکنیم. به طور مثال شما دمی سر زیرزمینی یا سر پل باغمی کتاب فروشای خورده است، ببین دمی سر چیزشم به نام قرآن شناسی و علوم قرآن چندین کتاب پیدا میکنیم. اگر در کتابخانه سعادت برین، اگر در کتابخانه رسالت برین، اگر در کتابخانه سعید برین، کتابخانه کلان خرد، در هر کدامش بگو که ما در علوم القرآن میخوایم که یک بحث داشته باشم، ببین که 12 تا کتاب برات پیش میکنه. کدامش میگیری؟ هر کدامش با دیگه‌اش فرق داره. قرآن شناسی، علوم قرآن، اصول تفسیر. پس سومین فایدهش رد دانستن حقیقت و حقانیت قرآن است. میرسیم به چهارمین قضیه را از مباحث دهگانه را که نسبت از علم هست به کی ایره انشاءالله العزیز امرای قضیه دیگه که میخوانیم پسانتر با او بعد از کمک تفریح بکنین که روز اولتون از خسته نشین. باز انشاءالله کمی درس میخوانیم و امروز انشاءالله خیر است، یک نیم ساعت وقتر رخصتون میکنیم که روز اول است، دیگر روز بازیات میخوانیم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.